مفهوم اصلی به نظر من گذشت پدر است. کار میکند حتی ذره‌ای برای خود بر نمیدارد. این میشه من میتونم قسم بخورم پدرها 5% زحمتشون هم برای خودشون بر نمیدارن، همه‌شو برای خانواده دارن خرج میکنن. اون وقت زن یه کاری میکنه، یه ارثی بهش میره، طلایی میگه پول خودمه، پول باشه، پول تو همش برای تو. داداش هم داده، باشه داداش داده برای تو برو استفاده کن با بچه‌هات. ما که تمام زندگی گذاشتیم چی؟ آقا 13 تومن 14 تومن حقوق میگیره، 12900 برای بچه‌ها، 100 تومن میخواد، 100 تومن میخواد، 100 تومن. بیرون ساندویچ خورده، یک ماه مؤاخذه شد. ساندویچ برای چی میخوری؟ ساندویچ برای گشنه بمون، بربری بخور 5 تومن. این گذشت نیست، این انسانیت نیست. باباها رو اذیت نکنید. بابا خیلی مرده، هیچ وقت بابا رو نشکنید. بابا همه چیش قشنگیش به غرورش.